دیشب دیدین که ماشینم آوردم پیش اتوبلک امید که ماشینمو پنوماتیک کنم. ماشین رفت داخل مجموعه و گفتن خیلی سریع، یعنی 5 ساعته ماشینت پنو میشه. همون نیم ساعت اول به ماشین سر زدم و دیدم همه وسایل روی ماشین باز از اون طرفم لوازم و تجهیزاتی که قرار بود روی ماشین وصل بشه کنار گذاشته بودن که دونه دونه روی ماشین وصل بشه. بالونای ایرکراف، شیربلوک، مخزن، کمک‌های پوست کوتاه KDS و بقیه دست. همون جوری که گفتم 5 ساعته ماشین نصبش تموم شد و آوردن جلو در مغازه و بهم زنگ زدن که بیا ماشین تو پنو شده تحویل بگیر. این ماشین روآسال و 405 نیست. مثلا این ماشین خاکستری که 405 خواب خیلی بیشتر از این روآسال داره، ولی اونقدرم بالا نیست که بخواد تو ذوق بزنه و پشیمون بشی. دقیقاً همین دیروز که ماشینو پنوماتیک کردم، امروز اومدم برای رینگش که یه رینگو انتخاب کنم و روی این ماشین پنوماتیک ببین. بهم گفتن چند تا رینگ انتخاب کن، ما میذاریم روی ماشین تا رخشو ببینی، از آخر از هر کدوم خوشت اومد همونو میتونی بخری. هنوز اون ذوق پنو کردن ماشین تموم نشده، ذوق خرید رینگ جدیدم اضافه شد. چون ماشین پنوماتیکه ترجیح دادم رینگ 16 بگیرم. آخه ماشین روآسال و همینجوری گلگیر عقب الاستیک گیر میکنه، اگه رینگ 17 هم بذارم که دیگه اصلا پایین. خلاصه از بین این همه تنوع رینگ که با خودم موندم کدوم انتخاب کنم، به نظرم یک انتخاب مطمئن و کم ریسک وجود داره به اسم واسن چرخشی سایز 16. نظر شما چیه؟ بگیرم یا نگیرم اینو؟